به نام خداوند جان و خرد. فرض کنیم الان زمستون هستش و شما هوس کردین که انگور بخورید. خب این نیازمند این هستش که صبر کنید بهار بشه، درختان شکوفه بزنن و بعد تبدیل به میوه بشه و بعد شما انگور رو بخورید. پس این یک فرایند هست که نیازمند یک زمانی هست. حالا در زمینه برند هم همین اتفاق میفته. برند شما ممکنه در زمینه کالا باشه و یا حتی برند شخصی خودتون. نیازمند زمان هست، نیازمند صبر هستش، نیازمند معروفیت هست، نیازمند این هستش که به نیازهای مشتریتون توجه بکنید و خیلی موارد دیگه ای که باعث میشه شما برند بشید در زمینه کالاتون، شخصیتون. بنابراین انتظار نداشته باشید که با خلق یک کالای جدید بلافاصله کالای شما وارد بازار بشه. باید زمان بگذره. باید ببینید که آیا اون کالایی که شما تولید کردین نیازهای مشتری رو برآورده میکنه؟ آیا اون کالایی که شما درست کردین موجب رضایت مشتری میشه که اون رضایتش باعث وفاداری به شما، برند شما و کالای شما یا خدمت شما حتی باشه؟ بنابراین دوستان عزیز، وقتی که یک کالایی رو ایجاد میکنید، وقتی یک خدمتی رو ایجاد میکنید، اجازه بدید زمان هم بگذره تا شما بتونید در اذهان تک تک مشتریاتون نقش ببندید و بتونید در حقیقت کارتون رو به جلو برید. شاد و پیروز باشید.